کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شام دوم ماه سال 2023 تقریبا ساعت 18:35 دقیقه در جماعت به نام خدای نظر خلمت و ونویه شهرتوز ولایت ختلان در جنوب غربی جمهوری 9 عضو 2 عائله بنا به معلومات مقدماتی از استعمال خوراک زهرآلود شدند. در نتیجه زهرآلود شوی 4 نفر جان باخته، 5 تن دیگر در حالت وزنین در شعبه ریانیماسیا در بیمارستان نویوی قرار دارند. گفته می شود در اطلاعیه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تفصیلات دیگر نداده است و تنها گفته است که این حادثه تحت تحقیق قرار دارد. در همین حال رادیوی آزادی خبر داد که در شهر توس 5 نفر از جمله 3 کودک جان دادند. بنا به اطلاع آزادی مهیا افضلی و خواهرش میجگانه افضلی و را با 3 کودک شام دوم ماه به شفاخانه نویه شهر توس برده بودند، ولی طبیبان نتوانستند آنها را از مرگ نجاتند. آزادی گفت این 5 عضو یک خاندان را صبح 3 ماه در دهه به خاک سپردند. پزشکان گفتند که سبب مرگ این 5 نفر معلوم نیست و آنها منتظر نتیجه سنجش از دوشنبه هستند، ولی شخصان نزدیک به عائله خبر دادند که احتمالاً زهرآلود شوی از غذای کنسرو شده سبب مرگ آنها شده است. این یگانه حادثه مرگ شهروندان از استعمال خورش‌ها در شرایط خانه تیار شده نیست. روز 15 اپریل سال 2023 در نویه نکتون جماعت رودکی در کنار شهر پنجکین در شمال تاجیکستان هنگام تجلیل زادروز یکی از فرزندان، یک زن با 3 طفل خردسالش از استعمال خورش و سلات کنسرو شده زهرآلود شدند. خشنود 12 ساله و دادر 9 سالش شیر افغان در خانه و مادرشان چند روز بعد در بیمارستان شهر پنجکین جان باختند. دختر 13 ساله این عائله تا حال در بیمارستان در حالت وزنین قرار دارد.